سلام علیکم اکای حاجی میرزا. اول خداوند شما را در پناه خودش نگه دارد و دشمنان شما را از آن جمله دشمنان اسلام را خدا کور و نابود سازد. باور کنید حضرت در دل غمی دارم، زبانم پیش نمی رود و دستم می لرزد که حادثه را به شما مکتوب کنم. من یکی از بنده ناکس و ناچیزی هستم، لیکن الحمدلله که 5 وقت نمازم را در وقتش می خوانم. من حرکت میکنم که گناهی نکنم، اما مادرم زنی نمازخوان است. روز به زنی من گفت که سطر را از سرت بگیر. من گفتم که نه مادر، این امر خداست. او گفت که همین ریشی تو و سطر زنت دل مرا تنگ میکند. من گفتم این را خدا در قرآن امر کرده است، لکن مادرم قرآن را تحقیر کرد و شما بر این دانشمندها را کمی سخنهای قبیح زد. من دیگر طاقت نکرده او را حقارت کردم و از خانه برآمدم. پس آن پشیمان شدم و در فکر افتادم که این کار کرده من نمازهایم را بیکار نمی کند. عبادتهای من مگر باطل شدند؟ تشکر. اگر غمگین شوید عذری بسیار میخواهم. خدا یارتان باد. و در آخر دعا کنید و جمع یاران خدا که اولا مادرم را ایمان کامل خدا عطا کند و فرزند خوش صورت و خوش سیرت و نمازخوان خدا نصیب من بگرداند. نفرانی که به خوابی میکشند کمتر گبده عصبانی میشوند، نروی چیت میکنند و همچنین نفرانی که در دیپرسیا هستند، فراموش خاطرند، دیروزه کار شد یادشون نیست. شرکت شفافرما راه همین مشکلی ها را به شما پیشنهاد میکند. گیاهی که در دست من میبینید نروی نام دارد. برازی خداوند همین مشکلی ها را تبابت میکند. نفرانی که در 10 روز اخیر همین نروی را از شرکت شفافرما فرمایش میدهند 10% به ویا تخفیف کرده میشود. این برادرم گویم در اصل حادثه ای بود است که گویم نه قلم دواندن در دل می لرزد و هم این حادثه را بیان کردن در زبانم پیش نمی رود که مادر نمازخوان، لیکن از ریشی داشته من و از سطر زن من خیلی ناراحت وقتی میگم امر خداست، قرآن تحقیر میکند. میگم فلان داملا گفت، داملا را دشنام میدهد. داملا عزیز چیکار کنم؟ من مادرم را حقارت دادم. برادر عزیز و گرامی، این مادر حقارت دادن شرط نیست. حقارت دادن او هیچ معنی و هیچ بهبودی نمیارد، زیرا که خداوند این مادر را گمراه کرده است. خداوند این مادر را هدایت نکرده است. خداوند در دل این مادر ذوق و شوق اسلام جای نکرده است. از این خاطر این ارزنده نیست که ما این گونه مادر یا این گونه پدر را تحقیر و دشنام دهیم. دشنام نمیدهیم. به خاطر مادر بودنش، به خاطر پدر بودنش احترامش میکنیم. حتی پدر و مادری که مشرک باشند ما باید وظیفه‌دار هستیم که احترامشان کنیم. بعد در همونجا زاره و تولا میکرد از پروردگارا، اگر برای من مهلت دهی، قسم به بزرگیت 1 روز برای من مهلت ده، اکم من الصالحین فاصدق و اکم من الصالحین. همه مال من در راه تو صرف میکنم، از مالم زکات میدهم، بنده بهترین تو میشوم. لیکن الله چی میگفته است؟ ولا یؤخر الله نفسا. پروردگار میگفته است نه، میگفت برای تو دیگر 1 ساعت مهلت نیست. گفتند خدای تو میدانست که تو با این مال چی معامله میکنی. پروردگار از این با علم قدیم خودش میدانست که من تو را مالدار کنم، با این مال تو چی کار میکنی. الله این دانا بود. و این خاطر برادر عزیز پشیمانی ما در همین دنیا پشیمان شویم، در آخرت پشیمان نشویم که والله که هیچ سود و فایده ای ندارد. حضرت سعدی میگفت پریشان کن امروز ای گنجی نجوس، پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست. دیگر این گنجینه هایی که داری میگوید، این گویم که پول هایی که چی در خانه و چی در بانک و چی در کجای پنهان کرده باشی، اینها را امروز پریشان کن. پریشان کن ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست.
کنون بر کفی دست نه هرچی هست که فردا بدندان گزی پشتی دست، که فردا پشت دست میگزی، فردا پشیمان میشوی، دیگر پشیمانی فایده ندارد. این است برای آن کسانی که زکات میدهند و برای آن کسانی که از مالشان زکات نمیدهند. این است آن چیزی که الله گفت، این است آن چیزی که حبیب خدا گفتند. من اتاه الله مالا فلم يؤد زکاته مسل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقوه یوم القیامه یأخذ بلحظمتیه و یقول انا مالک انا کنزک. حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید که وقتی انسان را پروردگار صاحب مال میگرداند و از این مالش زکات که نداد، مسل له شجاعا اقرع. حبیب خدا گفتن روز قیامت پروردگار یک مار افعی که موی سر ندارد، یطوقوه، در گردن این آدم مالدار می سپارد. همین مال و سر چیزی که دارد همش الله به مار مبدل میگرداند و این مال در گردنش میگذارد. له زبیبتان، میگوید این مال بارای همون چشمهاش با چشم دارد و دو لب کلان دارد. ببین یأخذ بلحظمتیه، همین مار از لبهای میگوید همین آدم مالدار میقپیده است و نیش میزده است. چی میگفت؟ ثم یقول انا مالک انا کنزک، من هستم همون پولهای تو، من هستم همون طلا و تنگه تو که در دنیا جمع کردی و تو به کسی رحم نکردی، به کسی انصاف نکردی، در راه الله که صرف نکردی، انا همون مال تو من هستم. امروز بچش آن عذابی را که پروردگار برای تو آماده کرد. برادرای عزیز و گرامی، به خدا قسم همه اینا سند دارد، همه اینا حق هستند. هیچ کدام این یگان افسانه و یگان سخن بیهوده نیست که من برای شما حکایت کرده باشم. آن چیزی که گفتم حقیقت دارند، آن چیزی که گفتم از قرآن بود، از احادیث های صحیح حبیب خدا بود که برای سمع شما رسانیدم. گفتی همون آخر در محمد ثنای ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی بافهم یک نکتهش بس است. حالا که من 6 جمعه شد در اطراف زکات صحبت دارم، لیکن اگر در همینم که ما اصلاح نشدیم، در همینم که عبرت نگرفتیم، پس دیگر چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. بعد سلام، سلامتی شما را میخوام. من یک سوال دارم. داملا زنها آرد بیزان میکنن، از نگاه اسلام درست است یا نادرست؟ برادرای خیلی عزیز و گرامی، جوانای خیلی محترم، الحمدلله که من امروز افتخار دارم که همه شما جوانی با فهمین. امروز ما در عصر 21 زندگی داریم. امروز انکشاف علم است، امروز پیشرفت است. امروز الحمدلله که ما دیگر گویم آن دوره های 70 سال و 80 سال پیشی که دیگر با یک حکایه دروغ یا با یک افسانه دروغ ما و شما را فریفته میکنن، دیگر اون عصر نیست. این عصر عصری است که الحمدلله که تمام کتاب ها در نزد ما وجود دارند. دیگر گویم هیچ یگان چیزی نیست که در اطراف او ما از قرآن و از احادیث های رسول اکرم برنامه یافته نتوانیم. لیکن این آردبیزانی که میگویند، من که نمیدانم این آردبیزان به چی خاطر باشد، لیکن هر چی که باشد اینا همه باطل هستند. برادرای عزیز و گرامی، همون صحبت هایی که خیلی پیشینه‌ای که من به شما داشتم باز کمی برای شما یادرس می شوم که ما غمخوار همه شما هستیم. والله که ما غمخوار همه شما هستیم. ما را حدیث رسول اکرم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه
بیقرار کرده است. ایمان تو کامل نیست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودت میدانی، آن چیزی را که برای خودت میفهمی، آن چیزی را که برای خودت دوست میداری به گوش مردم نرسانی، ایمان تو کامل نیست. گفتن حبیبی خدا. به این خاطر من دوست می‌دارم که پولهای شما در این راه صرف نشود. برادرای عزیز و گرامی، امروز کدام تو بیچاره در روسیه کار کردید؟ کدام شما گویم در همین هوای سرد در دستی گویم در یگان خاندانی کار کرده ایستادین، در یک حالتهای وزنین، خوراک خوب ندارین، پوشاک خوب ندارین. برای شما چی در کار آرد بیزان و برای شما چی در کار فاتحه کردن و برای شما چی در کار 2 روز 3 روز مردم توی دادن و همینا چه حاجتن؟ چه حاجتن؟ بازم آن که این خراجات ها در شما در نزد خدا باز جواب بگوین. این مالی که الله داده از حکومت $1000 میتد، از پسش 100 تا ریویزیار تفتیش دارد. این مالی که الله میتد هزارها ریویزیار از پس این مال نظارت دارد. نمیتانی، پول از دستت میگیرد، بیمار و قشاق ناتوان میگردی. از زمانی که حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر دعا کردن، خدایا از گویم کفر، عملهای کفرانه امتهای مرا نجات ده، از فقر ما را نجات بده. پس وقتی که از فقر حبیب خدا دعا میکند که ما نجات یابیم، آیا این برای ما برکت نیست؟ این برای ما بهبودی نیست؟ من فقط خواهان او هستم که شما کم خراجات باشین، اسراف نکنین، زیرا الله اسرافکار را دوست نمی‌دارد. شما هر چی دارین در جان خودت صرف کن، در جان زن، در جان فرزندها صرف کن، برای بهبودی پیشرفت بچت و فرزند و جامعت صرف کن. در این راه‌های نادرست برادرای عزیز مالهاتون صرف نکنید، پولهاتون صرف نکنید. و خدا اگر چند سومی داشته باشی وقتی این معامله را میکنی الله را خوش نمی آید، همه مال تو را از دستت میگیرد. نگذارین نه آربیزان کنن و نگویم حتی ما را از نکاح سوال کرده بودن، یاد داشته باشیم ما گفتیم حتی همون نکاح را در روز توی کنین، خاصه برای نکاح روز جدا نکنین. به چی خاطر؟ به خاطری که خراجات کمتر شود. با همون آب نانی که در همون روز توی شما پخته کردین، با همون گویم که همون معرکتون هم گذرانین. به چی خاطر؟ به خاطری که اسراف کم شود. در کوچه ها 100 ماشین و 200 ماشین هم امروز با همون بود پرستی که در آغاز صحبتم گفتم، با همون لفت و بازی و با همون نغمه هایی که در کوچه ها دارین. جوانان عزیز بسیار شما را من میشناسم، در همون ماشین ها شما سوار هستید، با پیش همین مسجد گذشته راه ها را محکم میکنید. آیا از خدا نمی ترسید؟ اینقدر ماشین بسیار چی در کار؟ چی در کار؟ آیا همین خراجات نیست؟ همین اسراف نیست؟ برای هر کدام او 3 لیتر یا 4 لیتر بنزین باید جدا کردن در کار. نکنیم برادرای عزیز، این خراجات های بی معنی را نکنیم. در اسلام ما خیر احسان وجود دارد فقط برای شخصی که شرایط داشته باشد، برای شخصی که دسترس باشد. برای آدم کمبغل و بیچاره و ناتوان هیچ وقت اسلام خیر احسان گردن ما بار نکردن. همین روز گردن مانده، همین سال و چیل و پنجشنبگی و دیگر همین گوییم که خیر احسان های بیهوده را بار کردن، همینش بس نیست. باز ایناش خودمان بالای خودمان زم میکنیم، فردا باز جوانا بچه های ما تولد میشوند، باز اونا چی میگویند؟ اونا چی کار کنند؟ السلام علیکم. شما در یک جمعه بیماری حضرت ایوب را نقل کرده که در بیماری بدن او را کرمان خوردند. ایشان نورالدین جان میگوید که بدن پیغمبران را کرم نمیخورد. جواب صحیح برای من گردانید. برادر عزیز، من حضرت ایوب حکایه کردم لیکن برای شما نگفتم. من چیزی گویم یادم میستد. من نگفتم که بدن او را کرمان خوردم، بلکه بعضی روایت هاست. اگرچه این در قرآن صراحتا آیت وجود ندارد که حضرت ایوب بدنش کرم خورده باشد، بلکه این روایت است. روایت ها وجود دارند که بدن حضرت ایوب کرم زد. این روایت است.
من این روایت فقط برای گویم همون یک شیرینی صحبت و برای گویم یک لذت بردن از این عبرت گرفتن من برای شما حکایه کرده بودم. برای همین بدن حضرت ایوب کیرم نزد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای حاجی. بابای حاجی، من 3 سوال دارم. برداشتن انگشت سبابه در مذهب امام اعظم آمدگی هست؟ زیرا که به من یک حاجی گفت که برداشتن انگشت سبابه منسوخ شدگی و من با او گفتم که این خیل نگوید که گناهگار می. این آیت قرآن نیست که منسوخ شود. بیچاره حاجی شیدی ملا میشه بعد. ولی همه حاجی ها میروند بیچاره یک 20 و 25 حج میکنن، میان خیالشون که همه علم همیا میدانن. های بیچاره میروند یا حج میکنن، طواف خانه کعبه میگردن، میآیند هیچی نه دیگر. یا رکن اسلام اجرا میکنن. حاجی چیکار داره با انگشت سبابه برداشتن نبرداشتنش؟ علم نداری، فهمیش نداری، چیکار داری به مسئله اسلامی میچسبی؟ همون حاجی که گفته است اون خیزت گوید که خیلی فلان مرحمت نادرست است، ما تصدیقش کنیم. زمانی که ما این روایت ها را چی در مذهب امام ابو حنیفه، بله خود حضرت امام ابو حنیفه انگشتان می برداشتند و ما از مذهب بیرون صحبت نداریم، ما خود من آدم مذهبی هستیم. از این خاطر مرحمت تو اگر بسیار اینقدر عالم باشی، همین عمدة الرعایه شرح الوقایه است. خدا رحمت و مغفرتش کند. حضرت گفتند که حتی سرزنش کردن در همین حواشی عمدة الرعایه. عمدة الرعایه کتاب مذهبی است، شرح الوقایه است که او را ما تعلیم گرفتیم. حتی وای سرزنش کرد صاحب فقه کیدانی را که صاحب فقه کیدانی شرم ناکرده باز در تنبورش نواخته است که این برداشتنش حرام است. خودی صاحب عمدة الرعایه خدا رحمت کنه در مذهب امام ابو حنیفه آدم مشهور علی قاری است که او را ثقه در حدیث میگویند. او حضرت میگه که اگر حدیث وظن بالمؤمنین خیرا نمیشد، هر آینه صاحب فقه کیدانی را حکم به کفر میدادم. این سخن علی قاری است که اگر حدیث وظن بالمؤمنین خیرا، حبیب خدا چی گفتن؟ به تمام مؤمن ها گمانی نیک داشته باشین. من همچو برادر صاحب فقه کیدانی را مؤمن میشمارم، گمانی نیک دارم. این حدیث حبیب خدا نگذاشت و الا من را حکم به کفر میدادم. حلال کرده خدا را، حلال کرده اسلام را حرام گفته است. و این خاطر برادرای عزیز و گرامی، هر کی میبردارد بردارد، هر کی نمیبردارد میبرداشتگی ها را باید سرزنش نکنید. شما گناهگار بشوید. وقتی را سرزنش کردی همچنان است که عمل حبیب خدا را تو سرزنش داری، کرده پیغمبر را مسخره داری، تو گناهگار نمیشوی. حبیب خدا این محبوب الله است. اطاعت رسول اطاعت خداست. من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصى الله. حبیب خدا میگه کسی مرا اطاعت میکند اطاعت الله است. کسی در نزد من گناهگار شید در نزد الله وی گناهگار است. این سخن حدیث است از حبیب خدا روایت. و این خاطر برادرای عزیز و گرامی باز از شما خواهش میکنم علم ندارین در اطراف این مسئله ها هیچ بحث مناظره نکنین، یکدیگرتون من و یکدیگرتون سرزنش نکنین. بگذار شما از ما پرسان کنین. اگر مبادایی که از ما یگان جواب گرفتین که گوییم که علیه وی باشد وی نادرست برآمد کرده باشد، این حالت دبد شما همونم به سرزنش نه، همونم به دشنام نه، همونم با رفتی درست گوید که فلانی هم تا گفته از نام ما گپ زنید. لیکن خودتان بین یک دیگر بحث نکنید برادران. خب دیروز من فقه الاسلام و ادلته را همین باب خواندم. کتاب زحیلی هست، 4 مذهب صحبت میکنه که خود حضرت امام ابو حنیفه دست انگشتشان می برداشتند در خود کتاب فقه الاسلام و ادلته. بابای حاجی دویم سوال به من میگویند که پیغمبر خدا، بابای حاجی به من گوید که پیغمبر خدا موی سرش چگونه بود؟ های موی سری پیغمبر خدا دراز بود،
و حبیب خدا رم موی سرشان تراشیدگی هم بود. به این خاطر موی سر داشتن یا موی سر نداشتن این هم گناهی نیست. یعنی موی سر فقط حبیب خدا من کان له شعر فلیکرمه، کسی صاحب موی سر است اکرامش کند، تازه نگهش دار. همین موی سر داریم، بچه های عزیز گویم بچه ها همه موی سر دوست میدارن. بعد ما که کلان شدیم دیگر اگه خودمون که موی سر بد میبینیم، بعد جوانا را چیکار میکنیم؟ سرزنش میکنیم موی سر نمان. چرا نماند آخه؟ داری دلیل نماند. برای همین حبیب خدا فرمایش میدهد موی سر داری، موی سر تا تازه نگه دار. جایز است برای تو موی سر ماندن، لیکن کسی می تراشد تراشیدن بگیرد، کسی می ماند گذاشتن بگیرد. فقط با ترتیب بیاره، فقط با ترتیب. امروز در گویم که همین زمان ما و شما در اطراف ما و شما همون موی های درازی که میگذارن همون به چشم مردم خوب نمی آید، در چشم مردم خوب نیست. مردم همه وقت موی سری دراز سرزنش میکنن. از این خاطر همین موی های پستی که جوانا میمانند با همین ترتیب گذاریم، تازه نگهش داریم، همینش کفایت است. بابای حاجی در وقت نماز خواندن بروک از بجلک پایان باشد ثواب میگیری یا اینکه نی؟ اگرچند در حدیث های صحیح پیغمبر حدیث های خواندیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بروک از بجلک پایان نمازش قبول نگفتند، حتی گفتند این عمل متکبر هاست، خداوند متکبر دوست نمی دارد. کسی که اگر از بجلک پاش بروکش پایان باشد. لیکن در شرح حدیث خواندم که شارح های حدیث خدا رحمتشون کند میگوید اگر از حساب کبر باشد گناهگار میشوید، از حساب کبر نباشد گناهگار نمیشوید. امروز گویم همون فابریکه هایی که برای ما و شما این بروک ها را دوختن، همین طرزی که میپوشیم از کبر خالی باشد گناهگار نیستیم، لیکن کبر کنیم گناهگار میشویم. لیکن برای احتیاطاً اگر همون لوهای بروک قطع کنیم از بجلک پایان کنیم این با بهتر، اینش با بهتر است. او زمانهای بود دوره های شوروی در یاد داشته باشین، همون بروک های کلیوش میگفتن، کتا کتا آدما افتخار میکن به همونا، افتخار معنی که تکبری میکردن. انا اگر همون قطعی ما و شما تکبری کنیم که پاچه بروک ما در زمین شکیده رفته ایستاده است، یا عرب ها اصلا همون کرتای درازشون هم ازار میگن. اگر همون کرتاهای درازی که شما دیده باشین، حتی همون زنهای پادشاه ها و دخترهای پادشاه ها که کشیده به زمین می بردن، اگر انا همون گونه ما لباس ها را برای خود اختیار کنیم و با همونها تکبری کنیم، این دما و شما گناهگار می شویم. لیکن این طرزی که الحال ما می پوشیم، اینا که از کبر خالیان گناهگار نمی شویم. برادر عزیز، السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه مؤمن آباد خواهش میکنیم که با سوال ما جواب پورا گردانید. خری که میفروشی از پول وی مواد خوراکه خریدن جایز است یا نه؟ جایز است برادر عزیز. خر میفروشی، اسب میفروشی، گاو میفروشی، چیزی میفروشی، بعد او پولی او را گرفته و مثال مواد خوراکه خریدنم، اینم جایز است و اینم درست است. در اینجا یک برادر ما یک مسئله را گفتن، خیر انشاءالله جمعه آینده همینجا گوش کرده ایستادن، جمعه آینده انشاءالله من سوال اونها را جواب میگردم، برای وقتم خیلی کم است. سلام اکی داملا محترم اکی حاجی میرزا، نبیره من سلامتیش ناتاب شده است، در حقش دعای نیک کنید که خوشحال گردد. خدای مهربان سلامتیش برقرار بگردانی و حال این نبیره را خدای مهربان خوش بگردانی. آمین و رب العالمین. این سوال چند جمعه شد که منتظر است، شد دراز. من گفتم سوالای دراز ننویسیم. السلام علیکم اکی حاجی میرزا، اولا خداوند شما را در پناه خودش نگه دارد و دشمنان شما را از آن جمله دشمنان اسلام را خدا کور و نابود سازد. باور کنید حضرت در دل غمی دارم، زبانم پیش نمی رود و دستم می لرزد که حادثه را به شما مکتوب کنم. من یکی از بنده ناکس و ناچیزی هستم،
لیکن الحمدلله که 5 وقت نمازم را در وقتش میخوانم. من حرکت میکنم که گناه نکنم، اما مادرم زنی نمازخوان است. روز به زن من گفت که سطر را از سرت بگیر. من گفتم که نه مادر، این امر خداست. او گفت که همین ریشی تو و سطر زنت دل مرا تنگ میکند. من گفتم این را خدا در قرآن امر کرده است، لکن مادرم قرآن را تحقیر کرد و شما بر این دانشمندها را کمی سخنهای قبیح زد. من دیگر طاقت نکرده او را حقارت کردم و از خانه برآمدم. پس آن پشیمان شدم و در فکر افتادم که این کار کرده من نمازهایم را بیکار نمی کند. عبادتهای من مگر باطل شدند؟ تشکر. اگر غمگین شوید عذری بسیار میخواهم. خدا یارتان باد. و در آخر دعا کنید و جمع یاران خدا که اولا مادرم را ایمان کامل خدا عطا کند و فرزند خوشصورت و خوشسیرت و نمازخوان خدا نصیب من بگرداند. این برادرم گویم در اصل حادثه ای بود است که گویم نه قلم دواندن در دل می لرزد و هم این حادثه را بیان کردن در زبانم پیش نمی رود که مادر نمازخوان لیکن از ریش داشته من و از سطر زن من خیلی ناراحت وقتی میگم امر خداست قرآن تحقیر میکند. میگم فلان داملا گفت، داملا را دشنام میدهد. داملا عزیز چیکار کنم؟ من مادرم را حقارت دادم. برادر عزیز و گرامی، این مادر حقارت دادن شرط نیست. حقارت دادن او هیچ معنی و هیچ بهبودی نمی آورد، زیرا که خداوند این مادر را گمراه کرده است. خداوند این مادر را هدایت نکرده است. خداوند در دل این مادر ذوق و شوق اسلام جای نکرده است. از این خاطر این ارزنده نیست که ما این گونه مادر یا این گونه پدر را تحقیر و دشنام دهیم. دشنام نمیدهیم. به خاطر مادر بودنش، به خاطر پدر بودنش احترامش میکنیم. حتی پدر و مادری که مشرک باشند ما باید وظیفه‌دار هستیم که احترامشان کنیم. لیکن